سوال شخصی گویم اگر ممکن باشد و شما. ها بفرمایید چی؟ بسیار اگر خطا نکنم شما حافظ قرآن اید. خیر. بسیار میبینم که به تمام سوال ها به خطا و خطا همش بیان میکنید. از شما تجربه میخواستیم که چه خیلی پفتار قرآن کریم را پفتار کنیم که به مثال شما در خاطر استد. تکراری ما خوب نیست و به هر حال اسلوب تکرار بعد اینکه شخص حافظ شد یعنی حفظ قرآن را دوام دادن میگیرد. مثلا وقتی که پوره یه بار تمام کردید باز باری دیگر به نزد همان استاد یا کدام استادی که میسر است اگر توانید مثلا نصف جزء یا دو ربع یا یک پاره به قدر استطاعت یعنی سپاریدن میگیرید. از ابتدای قرآن حفظا میسپارید. این نسبت به استاد سپاریده تمام میکنید. تمام که کردید با از نو شروع کردم. اگر یک استاد ملال یابد دیگر استاد مییابید. اگر سیر استاد باشد شهرتان این دوام دادن میگیرید. اگر رفت و یک قرائت پر را اتقان کنید دیگر قرائت رو میگذارید، چون که قرآن با 7 لغت نازل شدگی هست و وقتی که جلال الدین سیوطی پرسیده شدن که معنای اقرؤوا ما تیسر من القرآن چی است، شما از قرآن به قدری که میسر است قرائت کنید، یعنی مراد چی است؟ گفتن که میسر یعنی به قدری که آسان است. این قراءتها بعشر قراءاتها بعشرین روایاتها. قرائت کردن قرآن با 10 قرائت و با 20 روایتش. هر یک قرائت 2 روایت دارد. با 7 قرائت ها قرائت های صحیح هست و اینا دوتگی روایت دارن، 14 روایت میشد. او حافظی شیرازی میگوید که عشقت رسد به فریاد ار خود زسان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اگر اصلا حافظ شیرازی لقب حافظ برای آن گرفت که حافظ قرآن بود و سبب اطلاق کلمه حافظ مثلا حافظ ابن حجر، حافظ ابن رجب، اینا بله حافظ قرآن بودند. حتی حافظ ابن حجر عالم قرائات هم بودند، لیکن از سبب آنکه بسیارتر به علم حدیث مشغول هستند اون کسا همچون عالم حدیث میشناسند. لیکن از حدیث اگر کسی که 100,000 حدیث حفظ کند اون حافظ میشد. قرآن خیر آسان تر. قرآن یک جلد است. اگر کسی شب و روز کوشش کنه در مدت 2 سال بار اول حفظ میکنه. و مسئله تکرار بین خودتان، ختم خودتان باید 7 روز. در 7 روز صحابه های کرام یک مراتب ختم میکردن و بعضی علما گفتن کسی اگر بعد حفظ قرآن هر روز 7 و در یک هفته یک مراتب ختم کند فراموش نمیکند. گفتن روز اول 3 سوره، روز دوم 5 سوره، روز سوم 7 سوره، روز چهارم 9 سوره، روز پنجم 11 سوره، روز ششم 13 سوره، روز هفتم از سوره قاف تا ناس. یعنی همین خیل قرائت کردن میگیرید بر دوام. علاوه بر این حفظان، یعنی از روی حفظ خواب به استاد خواب به یگان یعنی حافظی قرآن یا هم طالب علم سپاریدن میگیرید حفظان. با همین انشاءالله با در نمازها قرائت میکنید. در نمازها، در نمازهای فرض، در نمازهای سنت، تهجد، نافله یک چیز ختم کردن میگیرید در داخل نماز. همین گونه انشاءالله چی میشد؟ حفظتون متقن میشد.